بعضی وقتا ماموریت‌های به ظاهر ساده ممکنه منجر به یه فاجعه بشن. دسامبر 2023 شهرستان آرلینگتون در ایالت ویرجینیا. یک افسر پلیس در حال گشت زنی بود که صدایی شبیه صدای شلیک شنید. اون از خودروی خودش پیاده شد و به دنبال منبع صدا گشت، اما خبر نداشت که این مأموریت قراره به یکی از عجیب ترین مأموریت‌های عمرش تبدیل بشه. I'm gonna go try to get them to stop doing that. Just had another flare go off here. افسر منبع صدا رو پیدا کرد. اون که نمیدونست با چه کسی طرفه درخواست نیروی کمکی کرد. با رسیدن نیروی کمکی اونا با همسایه‌ها صحبت کردن و مشخص شد فردی که از خونش داشت منور شلیک میکرد جیمز یو 56 سال است. اونا سراغ جیمز رفتن و سعی کردن باهاش حرف بزنن. Arlington County Police! Stop shooting the flares! Mr. Yu, can you hear me? Mr. Yu! علیرغم تلاش‌های افسرهای پلیس برای برقراری ارتباط با جیمز، اون به حرفشون گوش نمیداد. باشون صحبت نمی‌کرد و از خونه بیرون نمی‌اومد. تو این فاصله، افسرهای پلیسی که در حال تحقیق بودن متوجه شدند که جیمز تو چند روز اخیر رفتارهای عجیبی از خودش نشون داده. اون پنجره‌ها رو با کیسه‌های زباله مشکی پوشونده و دستمال توالت به درختای بیرون خونش آویزون کرده بود. با شنیدن این موضوع، نیروهای ویژه به محل اعزام شدند تا سعی کنن جیمز رو وادار به تسلیم کنن و در صورتی که از این کار امتناع کنه، وارد خونه بشن و اونو دستگیر کنن. James, Arlington Police, come to the front door with your hands up. Do it now. We have your building surrounded. We are not leaving. Come to the door now with your hands up and surrender. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. Move away from your front door. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. James, stay away from your front door. Stay away from your front door, James. Stay away from the front door, James. The Arlington Police Department. در ورودی توسط ماشین زرهی شکسته شد. همین که نیروهای ویژه میخواستن وارد خونه بشن تا جیمز رو دستگیر کنن، اتفاقی افتاد که هیچ کس انتظارشو نداشت. خوشبختانه تو این حادثه به جز جیمز به کسی آسیبی نرسید. اون به دلیل سوختگی و اصابت جسم سخت جونش رو از دست داد. روز بعد افسرهای پلیس برای انجام تحقیقات بیشتر به محل حادثه برگشتند. اونا بقایای گالون‌های بنزین، 2 قبض اسلحه شاتگان و 1 قبض اسلحه کمری رو پیدا کردند. مارس 2022 شهرستان مارتین در ایالت فلوریدا. افسرهای پلیس سر صحنه یک تصادف رفتند. از شواهد مشخص بود که راننده کنترل خودرو را از دست داده، خودرو به یک درخت برخورد کرده، چند بار غلط خورده و متوقف شده. راننده خودش از ماشین بیرون کشیده و از محل فرار کرده. I guess he ran off. Only car involved? Yeah. Single vehicle? Yeah, All right. ran. Where's the driver at? Is he inside? Ran off. Oh, he took off? A girl. They said it was a girl. Okay, younger girl? All right. They said she went that way. Who? Okay. I didn't see nobody walking either. Anybody see the girl take off? Yeah. All right. What was she wearing? So she climbed out of the car. She was really disoriented, you know. She's like, I need to find my phone. And then I was like, you need to sit down. But she had a cut on her hand. But she was like, I got to find my purse. And
and then she wouldn't be like restrained, and she just ran that way. Okay. در حالی که یکی از افسرها در حال صحبت با شاهدا بود، دو افسر دیگه داشتن دنبال مظنون میگشتن. اونا تو امتداد ساحل، جایی که فکر میکردن مظنون ممکنه اونجا باشه، حرکت کردن تا محاصرش کنن. یکی از اون افسرها افسر کودی کولانجلو بود که تصاویر بادی کمراشو میبینین. How you doing? Sheriff's office. How we doing? Fine. Did you guys see a girl come down here? We did. Thin, tall, dark hair, walking to the north. Awesome. Thank you. Yeah, well, I got somebody in a car heading that way. بعد از چند دقیقه جستجو افسر کولانجلو مظنون لیگا میشل 21 ساله رو کنار ساحل پیدا کرد. لیگا خیلی ترسیده بود و گریه میکرد. افسر با لحنی دوستانه بهش نزدیک شد تا کمکش کنه، اما خبر نداشت که با نزدیک شدن بهش خودشو تو چه خطر بزرگی میندازه. Hello. What's going on? Man, stop real quick. Possibly 1012, the signal free driver. What's going on? I don't know. You don't know? No. Alright. Were you just in a crash? Ma'am, come up here. Don't walk away. Wait, hold on. No walking. Come over here. Okay? Walk upstairs, all right? Let's get out this water area. I don't wanna. I'm scared. You're scared? All right, let's walk up here. Let's get off this water, okay? Don't run. Slowly walk. وقتی که لیگا داشت با افسر صحبت میکرد مدام دستاشو پشت سرش نگه داشته بود. انگار داشت سعی میکرد چیزی رو پنهان کنه. افسر کولانجلو هم پروتکل ها را زیر پا گذاشت و از لیگا نخواست دستاشو نشون بده. همین بی احتیاطی لازم بود تا یه اتفاق وحشتناک بیفته. Give me traffic! I'm just stabbed! So give me traffic, I'm bleeding. Show me hands! She's right here in the woods somewhere, can we rescue? لیگا با چاقویی که تو دستش داشت به افسر کولانجلو حمله کرد و چاقوش رو توی گردنش فرو کرد. افسر کولانجلو به سمتش یک گلوله شلیک کرد، اما تیرش خطا رفت و لیگا دوباره فرار کرد. افسر دوم که فاصله کمی از اونو داشت به سرعت خودش رو به اونجا رسوند و لیگا رو دستگیر کرد. It's a knife, right? Down by the water, 12479 across the street. 12479 by the water. We have her. We don't have her. We don't have her. She's in the water. Coming back to... You better come out here and stay on the ground. Get over here. Get over here. Get over here. Walk to the sound of my voice. You better not have that knife or I'll fucking shoot you right now. Keep going. Keep coming. I got her. Yeah. Get on the ground. خوشبختانه افسر کولانجلو از این حمله جان سالم به در برد و لیگا به زندان منتقل شد.
در نهایت لیگا میشل در دادگاه به جرم اقدام به قتل عمد به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.